سلام علیکم دوملا، آیا سبکترین عذاب دوزخ چی نوع است؟ از همه سبکترین عذاب دوزخ جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتند این است که خداوند انسان در پایهاش یک پاپوشی چوگونی که اون از آهن است در آتش دوزخ سرخ شده است از اونها میپوشانه. اونها بچنان گرمی هستند که از حرارت گرمی هم پاپوشیهاش این انسان مغزش سرش در جوش میدراید، یعنی میجوشه. این چنین با روایت آمده است که از همه سبکترین عذاب دوزخ برای ابو طالب پدر حضرت علی است. ابو طالب عمک جناب پیغمبر بود، در جناب پیغمبر بسیار خدمت کرده بود، اما آخر از دنیا به ایمان رفت. وقتی جناب پیغمبر دعوتش کرد یعنی قبول نکرد. جناب پیغمبر تن از همه سبکترین عذاب دوزخ برای ابو طالب است، در پاهای و یک یعنی پاپوشی های آتشین پوشانده شده است، از حرارت گرمی همون پاپوشیاش مغزی سرش میجوشه. از همه سبکترین عذاب دوزخ همینه برادری عزیز. اینجا برادری از سوال کرده که سلام علیکم دوملا، نماز توبه را چطور خوانده می شود؟ نماز توبه این نماز استغفار برادری عزیز. جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که هر انسان که طهارت خوب کنه و 2 رکعت یا اینکه 4 رکعت نماز بخونه و بعد از نمازش دستاشو بردار بگه پروردگارا من نزد توبه کردم، ای پروردگار منو مغفرت کن، خداوند حتما گناه او را میبخشه، یعنی مغفرتش میکنه. 2 رکعت نماز نیت میکنی برادر عزیز، یعنی نماز استغفار یا که نماز توبه گفته نیت میکنی، ان شاء الله که پروردگار گناه تا میبخشه. اینجا یک خواهر سوال کرده که سلام علیکم دوملا، اگر شوهر راضی باشد تنها بین قاشها را چیندن درست است؟ نه خواهری محترمه، بین قاش هم حکم قاش داره، یعنی چیندنش برای زنها حرام است، معن هست. زنها حق ندارن که قاشهاشون را باری کنن، یعنی قاشهاشون چینن. جا برادری از سوال کرده سلام علیکم دوملا، اگر بامداد را در خواب مانی، خب دوام نماز یعنی پیشین عصر شام خفتن را خب چی طور خواندن می شود؟ التماس جو اکنون چی نوعی هست در وقتشون خواندن میگیری، حتما حرکت کن، باید که پیشه یعنی بامداد یعنی پیش از پیشین اول ابتدا قضایی بامداد تا بخون برات بهتر است، بعد از اون یعنی که دوامی نمازها تا پیشین عصر شام تا بخون. این برای انسان‌های صاحب ترتیب، انسان‌هایی که تماما قضایی ندارن، برای اونها فرض است که به ترتیب نمازهاشون رو بخونن. مثلا بامداد قضا کرد، پیش از پیشین خواندن در گردن وی فرض است که اول قضایی بامداد چه بخونه. اما ما و شما هم سر تا قدم پر از قضاییم، قضایی زیاد داره. انسانی که صاحب ترتیب نیست و میتونه که یعنی که نمازش خواندن بگیره. میخونی نماز پیشین عصرشو کدام وقتی که توانستی بعد قضایی بامداد میخونی.